یکی اون چیزی که شما تاکید میکنید بانکداری اسلامی است. مردم برای این نمیآیند. مردم برای خدمت رسانی خوب، قلای، زود تکنولوژی میآیند. تمام تجربه صاحبکاری نداشتم عموما. وقتی که فقط درباره گیم برود یگان کس میفهمی خیال میکنه که به آدم بخت کردگی نیست. 95% لایحه‌ها 5 سال عمر نمیبینند. صرف مارکتینگ است. میدونید که همین چیز خوب تاثیر میکند، مردم همیشه خوب قبول میکنند و باید که همین سوال رو ببین پیش بریم. در بانکداری اسلامی این چیز درست نیست. تا جای فهمیده شدم گلچیتای تنها در ازبکستان فعالیت میکند. برای رسید که الف جهانی فکر کرد. ما باید متحدی منطقوی و جهانی را فکر کنیم. شفافیت نه به همه در کار است. چقدر بیت کوین چاپ میشود این رو نظام و الگوریتم معین میکند، نه نفرانی معین. این یک فلسفه یا پرینسیپ های حیاتی شما. کار کردن با پرینسیپ بانکداری اسلامی رستم جان برای ما این نه استراتژی است نه مارکتینگ. ما همینطور کار میکنیم یا کار نمیکنیم. سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به پادکست تاچ تک، پادکست درباره تکنولوژی نو و نفرانی که این تکنولوژی رو میسازند. و امروز مهمان پادکست تاچ تک عبدالله قربانوف هستند که نامشان با تکنولوژی نو و خصوصا تکنولوژی نو در ساحه مالیه تاجیکستان و عموما جهان علاقمندی زیاد دارد. خوش آمدید عبدالله. تشکر زیاد رستم جان، رحمت خیلی شد هستم از اشتراک و سلام علیکم به شنونده های شما و بیننده های شما. تشکر زیاد که نو بسته از این فاصله دور که ما جاگیر هستیم، شما در لندن ما در دوشنبه این پیشنهاد را قبول کردید و امیدوار هستم که صحبت امروزه ما برای مردم، برای تماشابینان خیلی هم مفید خواهد بود هم جالب. تشکر زیاد برای دعوتتان، امیدوارم. و چون عنعنه شاید که باشد که میخواستیم برای آن که بازم خوبتر با شما شنوندگان تماشابینان شناس شوند، از گیم اوانی بر وقتری حیات شما آغاز کنیم. و عموما برای چی نفری که در عائله طبیب مشهوری تاجیکستان به دنیا آمد، تمام اهل عائلتان همه طبیب ها هستند، حتی همسرتان طبیب است، برای چی شما یگانه نفری هستید که یک ساحه دیگر، ساحه که عموما به طب دخل ندارد، به یک ساحه مالیه رفتید؟ چی بود آن سبب که یگان حالتی بود که شما فکر کردید که نه، طبیب نمیشوم؟ سوالی خوب، تشکر زیاد. خب واقعا در اهل عائله همه دکتر هستند، پدرم، مادرم، خواهرم، دادرم، همسرم، خلاصه همه دکتران. من هم راستی در اول با دانشگاه طبی تاجیکستان داخل شدم، یک هفته تا تحصیل هم کردم. و همون دوره ها راستی یک خواهش بود در خارجه تحصیل کردن و دیدن و آموختن و برگشتن. و بعد از یک هفته تحصیل در دانشگاه طبی از دانشگاه بوسفور دعوتنامه گرفتم برای تحصیل رو شروع کردن. من به اونجا سپرده بودم و بعد که این دعوت آمد خیلی فکر کردم، با پدر مادر هم صحبت کردم. خوشبختانه آنها نیز زید نبودند و اول به سمت معلمی خیمیا رفتم تا که گفتم خب اگر که برگردم و سمت دکتری را دوام کنم، خیمیا نزدیک است. افسوس سمت دکتری در بین انتخاب ها نبود در خارج و به طور که با بوست همشون برای خواندن معلم خیمیا اول سفر کردم، بعداً ایواز کردم با معلم متماتیک و نفرانی که به فکرم در جستجوی خود هستند از جهت کسب و فکرم مرا شاید خوب میفهمند، در همان سالها خیلی خود جستجو میکردم. معلمی دیگر بعد نهایت از معلمی خیمیا با متماتیک، بعد از اون با معلمی خیلی فکر کردم، گفتم بیاد در یک سمت کار کنم که بیشتر به صاحب کاری پیوست باشد. بعد با رشته منیجمنت گذاشتم و در اون رشته جنب بست کردم، با مالیه در سایه مالیه ماجستراتورا کردم هم. و سبب از این همان جستجوی خود و با مرور وقت انتخاب مالیه، با مرور وقت انتخاب ساحه صاحب کاری نیز در مرکز آن همان بود که وقتی به تاجیکستان برمیگردم در کدام سمت میتونم از همه فایده ور باشم. یعنی شما هم اول مقصد داشتید که به تاجیکستان برگردید، یعنی اگر مسیر حرکت شما رو یک پیگیری کنیم،
тоҷикистон, пас лондон, аз лондон муғулистон, аз муғулистон баъд бо душанбе. Яъне баръакс, бисёр нафарон баръакс ҳаракат мекунанд, аз ин тараф ба он тараф. шумо бошад баръакс ба ин тараф омадед. Яъне чаро? чӣ нақша доштед ки шумо баргардед ва умуман чӣ нақша буд ки барои чӣ то душанбе баргаштан шумо муғулистон рафтед? Чӣ таҷрибаҳое аз он ҷо гирифтед? аз хурдӣ чӣ дар хона, мисол падарам низ шароити хеле хуб ҳам доштанд дар олмон кор кардану зиндагӣ кардану бигем оилаи худро моро ҳамаро ба олмон бурданд, лекин ҳеҷ гоҳ дар фикрашон ҳам набуд. Он кас бисёр ватандӯст ҳастанд ва аз хурдӣ ҳамин чиз дар тарбияи оила ҳам буд ва баъд дар мактаб низ ҳамеша фикр буд ки дар байни рафиқон дӯстон аз муаллимон низ равед хориҷа, хонед, омӯзед, аммо баргардед, ба ватан баргардед. ва воқеан вақте ки кор мекардам баъд аз хатми донишгоҳ дар Туркия, баъдан дар магистратура дар Британияи Кабир, дар интихоби касб ҳамеша дар фикри он будам ки хуб ба ман чӣ кӯмак мекунад ҳарчи зудтар ба Тоҷикистон баргашта дар ягон самте фоида оварда тавонам. ва барои ҳамин самти аввал ҳамчун консалтинг дар ширкати Оливер Вайман, Financial Consulting, мушовири молиявӣ корро шурӯъ кардам. баъд аз як соли он зуд ба самти дигар гузаштам дар Investment Banking UBS, яке аз банкҳои швейтсарӣ, дар соҳаи Metals and Mining, яъне конҳои табиӣ ки албатта кишвари мо аз захираҳои зеризаминӣ бой аст. ман майл кардам, хоҳиш кардам дар ҳамон самт бештар таҷриба гирам. он ҷо гузаштам, он ҷо низ як муддат кор кардаму баъдан он давра дар Муғулистон ҳамин соҳаи конҳои табиӣ хеле зуд рушд меёфт ва ман даъват омад ки омада дар муовини роҳбари яке аз ширкатҳои инвеститсионӣ кор кунаму ин ҳам як таҷрибаи хеле хуб мешуд. аз ин лиҳоз қадамҳо чунин буданд ва баъдан насиб гашт дар соли 2012 баъд аз тақрибан як 10 соли таҳсилу таҷрибаи корӣ дар хориҷа ба Тоҷикистон баргардам. яъне ин як стратегия буд аз ҳам аввал? бале воқеан ҳеҷ вақт тасаввур карда наметавонистам ки мисол намедонам дар пиронсолӣ ягон ҷои лаззат диҳад нисбат ба оне ки мисол як хуб дар хотир дорам як шаби бехоб дар вақте ки нав корро шурӯъ карда будам фикр мекардам ҳамон лаҳзаҳои охирони зиндагиро агар ки тасаввур кунам аз чӣ лаззат мебурда бошам. агар дар ин ҷо зиндагӣ кунам мутмаинам маоши хуб мегирам, бо мурури вақт зиндагии хуб мешавад ва ғайра аз ҷиҳати молиявӣ моддӣ, лекин он кайфияте ки як чизи муҳиме сохтан ба он нафароне ки воқеан ба онҳо ин чиз шояд ниёз доранд, он лаззатро гирифта наметавонистам ва дар ҳамон фикроние ки охирон лаҳзаи зиндагӣ ба ман чӣ муҳим мешавад дар бистари марг пеш аз сафари охират сабаб шуд ки ҳамеша ва сабаб буд ки ба чунин қарорҳоро дода ба Тоҷикистон ниҳоят баргардам. баъдан суҳбат мекунем пас барои чӣ боз айни ҳол баргаштам ба Британияи Кабир, аммо ин боз эҳтимолан саволи дар қадамҳои навбатӣ аст. ин яке аз саволҳое буд албатта ки хеле метавонем яку якбора ба он гузорем ки пас барои чӣ баргаштед ба Лондон? хуб барои албатта дар ин бора боз суҳбат кардан бояд мекунам дар бораи он 10 соле ки дар Тоҷикистон будам, оид ба онам бояд як каме суҳбат кунем. хушбахтона баъд аз бозгашт ба Тоҷикистон насиб гашт шароитҳо муҳайё буданд ва мушкилиҳои воқеӣ ҳам буданд ки ҳал талаб мекарданд. ба монанди мисол пардохтҳои оддӣ мардум маҷбур буданд рафта одатан дар банкҳо навбат истанду маҷбур буданд касеро рафта мисол ба касе маблағ доданӣ бошад равед аз пеш он каса бубинеду ҳамаям вақте ки ба ин сарфа мешуду бисёр дигар корҳое буд ки аз ҷиҳати иқтисодиёти рақамӣ, аз ҷиҳати технологияҳои замонавӣ онҳоро бо осонӣ ҳал карда мешуд ва худованд насиб гардонд ки алифро бо ҳамин мақсад шурӯъ кунем соли 2014 бо шариконам Фирдавс ва Зуҳуршоҳ ва аз ҳамон 3 нафар мо шукри худо дар давоми 10 сол имрӯз зиёда аз 1400 нафар ҳастем. дар 3 кишвар фаъолият мекунем, дар Тоҷикистон, Узбекистон, дар Покистон ва акнун даврае расид ки барои давоми ҳамон расонидани фоида ба мардум, ба шумораи зиёдтарини мардумон, ба он нафароне ки ниёз доранд, даврае расид ки алиф ҷаҳонӣ фикр кунад, даврае расид ки мо ҷаҳонӣ фикр кунем, даврае расид ки мо
در فکر آن باشیم که چطور ما از تاجیکستان، از آسیای مرکزی ایستاده توانیم در دیگر کشورها نیز سبب بهبودی شویم و هم یک پیرهی شاید گذاریم تا اندازه‌ای که باز چنین نفران زیادتر شوند و پیش از ما هم نفرانی بودند که ما از آنها عبرت میگیریم و حالا خیلی قدم‌های ابتدایی از چیزی گفتن هم بر وقت است، لیکن ما حرکت میکنیم چنین با چنین مقصدها برگشتن. حالا نمیدونم مثال چند سال در اینجا میستم، مقصد اساس یک چیزی کردن که جهانی باشد و یک دلپوری باشد که پس از خود چخیل از پس از خود آدم باید یک چند چیز گذارد برای نه تنها حتی برای این دنیا بلکه برای اون که بعد از رفتن نیز سبب یک نیکی شود در هر دو جهان. از این سبب تا مثال بعد از رفتن تا 100 سال خدمت کند به مردم، برای همین یک چیز جهانی به فکرم مهم است. امیدوار هستم که حالا عمری دراز میبینید و باز بسیار دستاوردهای را به آن نائل میشوید. و خب فکر میکنم کمتر پس ما باز به سری موضوع ایان کپیتال، یعنی اون چیزی که لایحه‌ای که شما عین زمان عملی کردید با باز برمیگردیم. میخواستم از عین زمان از آغاز فعالیت صاحب کاریتان آغاز کنیم، صحبت کنیم کمک برای آنکه برای بسیاری نفران شاید که نام شما و الف یک با هم زیچ پیوند هستند، همچون سینونیم شده هستند. کسی که عبدالله قربانوف میگه الف رو در نظر دارد، کسی الف میگه عبدالله قربانوف رو به یاد میبرد. اما فعالیت کاری شما از دیگر لایه‌ها سر شده بود، فعالیت تجارتی شما و درباره مسکن شما هم در یکی از پادکست ها و مصاحبه ها یادآور شده بودید. سامان تجی در آنجا هم نیز گیم دست شما کم نیست، دست خود را زدگی هستید. اما اگر از درباره مسکن آغاز کنیم صحبت کنیم، این لایحه هست که در یاد من هست یک پیدا شد، من شنیده بودم درباره مسکن، لیکن سپس از گیم مد نظر گم شد و در یکی از پادکست هم چنان دربارش صحبت کردید که آنقدر هم لایحه موفق نبود. یعنی بسیاری ها وقتی که درباره موفقیت یگان کس میشنوند باز هم همان اشتباهی گیم و هست منطقی هست که وقتی که فقط درباره گیم برد یگان کس میفهمی خیال میکنه که به آدم بخت کردگی نیست. چی چیز سبب شد که مسکن برد نکرد و شما لایحه را بستید تا جای میدونم؟ و اگر که در عموم درباره آموزش گپ زنیم، چی چیز را آموزاند همین مسکن به شما بخت همین لایحه؟ و اگر که شما به گذشته میرفتید چی چیز را دیگر خیال میکردید تا اینکه لایحه موفق شود؟ تشکر رستم جان، سوالی خوب. از اون شروع کنم که گفتید بنده و الف. راستی الف این 1400 نفر است. الف این 1 3 5 10 15 20 نفر نیست. الف این 1400 نفری عجیب و درباره اونها ساعت ها گپ زدن هم میتوانم و خواهش هم دارم. امیدوارم باز میپرسید دربارهشون که نقل کنم. درباره مسکن فکر میکنم کلید سوال شما در آن است که پیش از الف چندین لایحه ها بودند که موفق نگشتند و واقعا همین طور هم بود رستم جان. پیش از من اگر یک وقت تقریبی حساب کردم نه کم از شاید 13 لایحه در تاجیکستان حرکت کرده بودم که قسمی هم باشم شروع کنم و از آنها امروز فعال است الف، سامان تجه و پیشرفت و در گرد الف بسیار لایحه هستند، البته به مانند الف اکادمی و غیره، اما آنها را هم را در زیر الف اگر نگاه کنیم و فکرم درسی مهمترین نه تنها از مسکن که خود یک مقصد آن داشت که در سمت کمک کردن خرید و فروش خانه یاردم دهد و سبب موفق نشدن مسکن در آن بود که در این سمت مثال در خارج فرض میکنیم در بریتانیا کبیر یا در امریکا خانمگذاری بسیار رشد کرده است و برای مطمئن ساختن خریدار و فروشنده یک چند روند معین و مرحله معینی هست و در نبودن چنین قانونگذاری یک صاحبکاری خوب کردن مشکل است. برای صاحبکاری قانونگذاری مفید، قانونگذاری خیلی مهم است و در این باره باز احتمالاً چند مرتبه صحبت میکنیم حاضر و فکر میکنم از سببی که مسکن موفق نشد در همین بود. یعنی یک نظامی معینی مرحله های رسمی نسبتاً کمتر که بودن در خرید و فروش خانه این را خوب برای مانده نتوانستیم. اما اگر که یک قدم به عقب مانیم در عموم از تمام آن لایحه‌ای که موفق نشدن و
من یک چند تایش رو هم گفتم میتونم پیش از سامان تجه مثال شفتالو تجه گفتن یک لایه کردنی بودیم با یک چند نفر خیلی عجیب بود و عیناً همون مقصد بود. اعلان ها بله اول شفتالو تجه بود موفق نشد، بعد من در جستجوی نفرانی شدم که با آنها میتوانیم یک چنین لایحه‌ای کنیم. موفق شد و خداوند نصیب کرد با جهانگیر و دلوار شناس شدم و یک جایه بعد اول سامان تجه نه اول فر تجه کردیم که او در سمت ماشین ها بود اعلان ها، بعداً یک یعنی هر یک این آموزش بود. از این درس چی است؟ از این مثال درس مهم در سامان تجه فرقیت یا از شفتالو تجه در همون بود که مؤسسان باید تمرکز کنند وقتی پره خود را در همان لایه صرف کنند. در حالت شفتالو تجه من تنها سرمایه‌گذار بودم، وقتم رو جدا نمی‌کردم و دو نفری که با آنها همکاری کرده بودیم بسیار جوانان عجیب، آنها نیز مؤسس نبودند، آنها نیز درس‌های خود را داشتند و هر یکی ما یک قسم خوردی وقت خود را جدا کردیم. حالا که اینطور صاحبکاری کردن، خودی صاحبکاری کردن خیلی مشکل. 95% شرکت‌های نو، 95% لایحه‌ها 5 سال عمر نمی‌بینند، در 5 سال از بین میروند. باز علاوه بر آن اگر که این کار را تمرکز کرده دقت و وقت پره خود را به آن اگر که صرف نکند کسی، احتمالیت موفق شدن آن باز هم ده ها مرتبه خردتر می شود. از این لحاظ درسی مهمترین در همان بود و مثال در سامان تجه و در الف، مثال در الف بنده و دیگر هم‌مؤسسان هم پره وقت خود را جدا می‌کردیم. در سامان تجه نیز جهانگیر دلاور پره وقت خودشان را جدا می‌کردند. یکی از درسایی که مثال از این ناکامی ها من به خود گرفتم. درود شنونده‌های عزیز، صبح شما بخیر باشد. امیدوارم که همراه ما هستید و امیدوارم که روز هوای دوشنبه بخیر، هم هوای بهاری، هوای بسیار بسم الله الرحمن الرحیم. درباره عموما آموزش از ناکامی‌ها و از خطاگی‌ها من چندین ویدیوها رو تماشا کردم که شما در اونجا برآمد میکنید، خصوصا ویدیوهایی که در خود الف ثبت کردگی هستند و وابسته به همین من قسما از یک جهت راضی هستم. در حقیقت فکر میکنم که انسان باید به خطاگی راه دهد و حتما باید خطا کند تا که خطا نکردی خلاصه براری نمیکنی. متاسفانه در مکتب این چیز همین چیز رو نادرست نشان میدهند، حرکت میکنن که تو که خصوصا اگر نفر خوب باباهای اعلی میخوانده باشد مکتب رو باباهای اعلی تمام کند. برای من شخصا همین خیلی بود که وقتی که خطاگی رو میدیدم حرکت میکردم که خطاگی نکنم، در یگان کار خطاگی نکنم. لیکن تنها بس 10 سال لازم شد که به یک خلاصه بیام که نه، خطاگی چیز خوب است و حرکت میکنم که در فرزندان خود همین چیز رو تربیت کنم که به خطاگی رو دادنشون امکان پذیر است و از این چیز نباید هراسید. اما از یک طرف دیگر دیلما پیدا می شود که وقتی که یکی از قصه های هست از دوره دانشگاهی، من در رشته اقتصادی تحصیل کرده هستم و همین قسم از همون طرف است که میگن در یکی از شرکت‌های غربی از شرکت ژاپنی کامپیوتر را خریداری میکند و به همچون یک استانداردهای غربی در شرطنامه می نویسند که در نامه‌شان نویسند که مقداری همون خطاگی ها و برک یعنی که از 3% زیاد نشود. خیلی شرکت ژاپنی که با 0% برک کار میکند میفرستد کامپیوترها رو در یک کانتینر علاهیده، 3% دیگر کامپیوترهای ویرانه را میفرستد.
بعد در نامه‌شون می‌نویسن که خوب چه خیلی که شما فرمایش دادید ما فلان قدر کامپیوتر رو به شما فرستادیم، لیکن بخیر باز چه خیلی که شما گفتید 3% برک ما منا 3% دیگر با کامپیوترهای کار نمی‌کردگان به شما فرستاده استادیم و خیلی می‌خواستیم فهمیم که همین حکمتی خریداری کردن کامپیوترهای ویرانه در چی باشه، برای چی شما چنین فکر کردید. و وابسته به همین یک دیلما، یک مشکلی پیدا میشد که آیا نمیشود که به همین حالت روبرو نمیشیم که وقتی که نفر به خود حقوق خطا کردن را میدهد خطاگیری بسیارتر میکند و برعکس نفری که حرکت میکند که عموما خطاگیری نکند خطاگیری کمتر میکند. این شما تو چه اندازه در همین حالت توازن بالانس را رعایت کرده میتوانید و چگونه یابیم همین بالانس را؟ من فکر میکنم نگاه مهم است. خطا کردن در کار همچون نگاه نیو معامله ما با خطا چی است، ما با خطا چطور نگاه میکنیم چی است. من و تا اندازه خطا کردن در کار نیز هم یک فلسفه خوب است که او را ارگومنت های خوب دارد، اما از نگاه به خطا درباره خطا گپ زده توانستن خیلی مهم. فرض میکنیم عادتا در بسیاری حالت ها فرض میکنیم شما در یک کارخانه کار میکنید و به شما یک لایحه میدن و اگر در آن لایحه شما خطا کنید عادتا یک جزای میگیرید. عادتا همین طور است، خطا شد جزا است. خب و این به چی آورده میرساند؟ به اون که کسی درباره خطا گپ نمیزند یا اون که رو روی پوش میکنند. روی پوش میکند، باز بدتر آن را روی پوش میکند. مهم آن است که گفتن که دوستان درباره خطا آزادانه گپ زنید. خطا که کردید از جایتون خیزید گوید مردم من خطا کردم، بیاید ببینید من چی خطا کردم و یک جا از همین خطا آموزیم تا که او را تکرار نکنیم. و برای همین در کارخانه مهم است فلسفه خطاها رو نه اونه که گفتن که درست است، بلکه گفتن که نترسید از خطا کردن و خطا که کردید درباره اون گپ زنید. برای که دیگر مسئله ترسیدن هم مهم. وقتی ما از خطا کردن میترسیم ما به خود مقصدهای بزرگ نمیگذاریم، برای که میترسیم که خطا میکنیم. حالا که اگر که ما توانیم که خطا کردن قبول از ما رو برای خطا کردن از این کارخانه جواب نمیدهند و من آزادانه میتونم درباره خطای خود گپ زنم، این رو تشویق میکنند، پس فرهنگ یا اون کارخانه عوض میشود. و منم بیاد برمیگردیم به نمونه‌ای که شما آوردید ژاپنی ها 0% خطا. در اصل در میانه عصر گذشته مال‌های ژاپنی همچون مال‌های کم صفت دانسته میشدند، اما عیناً همین نگاه به خطاها به ژاپنی‌ها کمک کرد که خطاها رو تا صفر آورده رسانند. مثال فرض میکنیم شرکت تویوتا هست، یک اصول معروف تویوتا پروداکشن سیستم و یکی از مهمترین الیمنت ها در این اصول چی است؟ در ساختن ماشین میدونید عادتاً یک کنویر استفاده می شود و از اون کنویر قسمای گوناگون میگذارند و هر یک نفر در بالای کار میکنند و در بالای اون کنویر یک تسمه زرد اندون کورد میگن، یک تسمه مخصوص گذرانده شده است و وقتی که دلخواه نفر خطا رو میبیند همون تسمه رو میکشد و همون کنویر در جا میشتد، همه نزد این نفر میرند و یک جا خطا رو مینگرند و در حل اون خطا کار میکنند. اکنون ببینید اگر که این نفر از خطا میترسید، میگفت که همین خطا رو کسی نبیند، کسی پای نبرد، من خطا کردم، یک نفر دیگر خطا کرد، من اوید خطای او گویم، بعد چی میشنه باشد، در این حالت اون خطا دوام یافتن میگرفتند و عیناً با سبب نگاه به خطا، یعنی خطا کردن، درباره خطا گپ زنید، درباره خطا آشکار بیان کنید، ما هم آموزیم، تشویق کردن، تبریک کردن اون نفرایی را که نترسیده از همان چارکنجه بگیم کامفورت خود میبرایند و درباره خطای خود گپ میزنند، آنها رو تبریک کردن مهم است که همه درک کنند که این چیز ما از این چیز باید آموزیم. و در ساحه اکثریت ساحه این چیز مهم است، چی در استحصالات، چی در تندرستی و چی در ساحه مالیوی، برای که در ساحه مالیوی ما با امانت مردم کار میکنیم، ما با باوری مردم کار میکنیم. حتی یک تنگه آن را اسراف کردن، جدی قبول نکردن خیلی خیلی باری گران است، خیلی وزن گران است، خیلی مسئولیت جدی است. برای همین برای خطا را تا صفر آوردن رستم جان مهم است که ما گوییم دوستان خطا کرده دربارش گپ زنید، روی پوش نکنید. یعنی این قدم اول این است، وقتی که ما میگوییم و اقرار میشیم، اقرار شدن قدم اول و سپس از آن خلاصه براری و اون چیزی که ما میآموزیم در اساس این خطاگی ها. بله اگر جنبش کنیم، یکم
آزادانه درباره خطاها صحبت کردن. دوم یک جای آموختن که چطور دیگر اون خطا رو تکرار نکنیم. سوم از مسائل مرکب و مشکل نترسیدن. من خطا میکنم نمیشود شروع نکنم گفتن که من میفهمم که من در پیش خود یک مقصد جدی گذاشتم، احتمالاً خطا میکنم، اما نترسیده همون راه رو شروع کردن. همین با همین سه قسمت مهم است در فکرانی در راه خطا. تشکر زیاد. خیلی روشن‌تر شده این فلسفه حیاتی شما گیم، برای که تا اون درجه که شما خیلی دوست می‌دارید درباره همین موضوع گپ زدن. من چون می‌فهمم که یکی از پرینسیپ‌های اساسی ترین زندگی شما و فعالیت کاری شما است و چون هم که باشد، کدام خطاگی شما در حیات شما مهمترین است برای شما اگر که خیال نگاه کنیم؟ یعنی نه از نقطه نظری اندازه حجم، از نقطه نظری گیم مقیاس یعنی مسطب تاثیر آن، بلکه من مهمترین خودتون حساب میکنید که تا چند اندازه وای مهمترین است و برای جنببست کردن مسئله خطاگی ها میگذاریم به دستاورد تا این زمان چگونه دستاورد ها مهم دارید. فکر میکنم دستاوردی مهمترین این نفرانی هستند که من مشرف شده در احاطه آنها باشم. برای که نفرانی که در احاطه شما خودتان انتخاب میکنید. خب و هر یک ما میانه آن نفران هستیم و میشویم که ما رو احاطه میکنند. چی در زندگی، چی در تربیت فرزند احاطه، چی در صاحبکاری احاطه مهمترین چیز است و همان فرهنگی که همان آدما را به یکدیگر میپیوندد، همون نفران و همون فرهنگ به فکرم مهمترین است و همین رو اگر درست کرده توانیم به فکرم دستاوردی بزرگترین هر یک نفر نیز به فکرم در همین است. برای که وقتی در گیردتان آدمانی درست هستند، شما از دلخواه خطا، از دلخواه ناکامی، از دلخواه غلطیدن باز به پای خود راست میستید. وقتی که آدمانی درست هستند و شما با یکدیگر یک فرهنگی سالم دارید که آزادانه با یکدیگر درباره نه تنها خطا، درباره یعنی فیدبک داده میتوانید. مثال این یکی از قسمت کلیدی فرهنگی الف و همون نفرانی که بنده با آنها همکاری میکنم، بازم از جمله زورشو و فردوس و دلاور و اپای گلانان و دلیر و نورالدین منوره و مصطفی و حبیب، ما میتونم ساعت 1400 نفری درخشان داریم و از هر یکی از اپای قربانگل و از اپای نگینه و از هر یک تای آن چقدر درخشانی میگیرم و همین از رستم جان دستاوردی بنده من فکر میکنم برای که ما رو کمک میکند که جسارت داشته باشیم، ما رو کمک میکند رو افتاده نشیم در حالتهای مشکل همه ما را و فکر میکنم در صاحبکاری نیز این چیز مهمترین است. اکنون گذاریم به خطا. هر روز چندین خطا میکنم. عادتا خطاهای وزن‌ترین این بازم خطا در مثال در بعضا میشود انتخابی نفر. برای این حرکت میکنیم که در انتخاب نفران خیلی با دقت باشیم. چندین مرحله امتحان و سنجش داریم برای که انتخاب کردن نفر باید تنها در روند کاری بعضا معین میشود و خطاهایی که عادتا مرا مثال گوید که چی سبب شده میتواند که شب خواب نبرد، این وقت درباره همان همکاران فکر میکنم و وقتی حالتایی است که بسیار دل غمگین است که نشنه ایستاده است و احتمالا خیرخوش کردن لازم و چون این خطاها از همه خطاهای تلخ و از همه خطاهای غمگین کننده هستند. خب برای همین البته در انتخاب خیلی با دقت بودن در کار و درباره خطا من میتونم ساعت‌ها نخم میتونم باز نمونه زیادتر رو اگر خواهش کنید، اما الکی بفرم به هر حال این یک جزئی نه فقط فلسفه یا پرینسیپ‌های حیاتی شما بلکه پرینسیپ‌های کاری هم الف شدگی است. تا جای میفهمم و تا جای پای میبرم تخمین کردم ممکن است که در ایان کپیتال هم همین چیز ادامه مییابد. اما بازگردیم اگر به الف، من به فکر شخصی من شما از معلومات مولوی رو گرفتید در ساحه تجارت خود را سنجیدید، کار کردید، موفق شدید و شدن الف یک چیزی طبیعی بود
به فکر من بله. چک خلاصه منطقی که شخص در یک ساحه وقتی که کار میکنه تعلیم میگیره آنچه تعلیم گرفته شد در عمل جاری کنه. از نقطه نظر دیگر الف از دیگر شرکت های بانکی در تاجیکستان خیلی فرق میکند، هم از نقطه نظر فلسفی هم از نقطه پرینسیپ های کاری. و یکی اون چیزی که شما تکیه میکنید بانکداری اسلامی است. و این چی بود؟ این تکیه به نیازهای قانع نشده مردم، این واسطه گویم اظهار اعتقاد و پرینسیپ های شخصی، یا اینکه یک صرف مارکتینگ است، میدونید که همین چیز خوب تاثیر میکند، مردم همین چیز خوب قبول میکنند و باید که همین سوال رو ببین پیش بریم. این یک چند پهلو دارد. پهلوی یکم در آن است که ما عین حال اجازتنامه بانکداری اسلامی نداریم، اما حرکت میکنیم هر چقدر که در دایره قانونگذاری عنعنوی طبق پرینسیپ های اسلامی کار کرده توانیم کار کنیم و میتوانیم باز به این برگردیم. در دیگر جهتی مهمی این مسئله کار کردن با پرینسیپ بانکداری اسلامی رستم جان برای ما این نه استراتژی است نه مارکتینگ. ما همینطور کار میکنیم یا کار نمیکنیم، یا عموما یعنی در سایه مالیه کار نمیکنیم. این چیز داخلی است، برای بسیاری های ما مهم است، نه تنها بنده. و میدونید در اصل طبق این پرینسیپ ها کار کردن این یکمش که با اکثریت مزاجان ما مهم نیست. 90% مزاجان ما با الف میآیند، نه از برای که درگوششون دادن که ما با پرینسیپ بانکداری اسلامی کار میکنیم. برای چی میگم درگوششون دادن؟ برای که در یگان مارکتینگ ما در این بازار گپ نمیزنیم. شما در یگان بیلبورد در یگان جا نمیبینید در این موضوع یگان سخنه. بازم از سببی که اجازه‌نامه هم نداریم عین حالا. اما مردم برای نمیآیند. مردم برای خدمت رسانی خوب، قلای، آسان، زود، تکنولوژی میآیند. همینطور و باور کنید برای 90% مزاجان ما این چیز مهم نیست. اما زیاده از آن با پرینسیپ بانکداری اسلامی کار کردن این معنای خودداری کردن است. بسیار وقت این معنای بسیار وقت یک چارچوبه ای را در خود گذاشتن که به دیگران اجازت است، به ما اجازت نیست. ما با بعضی ساحه ها کار کردن نمیتوانیم و نمیکنیم. ما بعضی طرز کارمون کار ما را خیلی مشکل میکند. نمونه ها آورده میتونم. مثال فرض میکنیم بیاید از خودی مفهومی ربا و مفهومی قرضی طبق پرینسیپ اسلامی یک کمی صحبت کنیم. ربا این وقتی که شما پول میدید و از آن و کمی زیادتر از آن پول، کمی یا زیاد پول میدید و زیادتر پول خرج میکنید. این رو گویم که ربا میگند. حالان که در بانکداری اسلامی پیوستگی جدی به تجارت مهم است. باید یک پیوستگی به مال یا خدمت رسانی باشد. حتما تصور کنید در تمام جهان وقتی بانک قرض میدهد از اون در یگان جا ارزش از انداز از ارزش اضافه شده گرفته نمیشود. اندیس نیست. با روسی اندیس گویم ساده‌تر فهم‌تر. در یگان کشور جهان رستم جان از فایز اندیس نیست. از خرید فروش مال، از اجاره دادن مال همیشه اندیس است. برای چی؟ برای که در اونجا ارزش اضافه شده وجود دارد. خب و هیچ کس تو نمیپرسد. یگان وقت در یگان جو من ندیدم کسی سوال پرسیده باشد که برای چی از فایز اندیس نیست. در اصل برای که در اسلام پول همچون مفهوم این تنها یک چینک است. ما چخیل میگیم که همین مسافه رو ما با متر چین میکنیم یا که همین وزن رو ما با گرم و کیلوگرم معین میکنیم. ما ارزش چیزی رو با ifade سامانی یا دلار یا فوند ifade میکنیم. او یک چینک است. او را دادن و برزیاد گرفتن چخیل میگن it's a category error. خب بله یک ویوای است. لیکن در بانکداری اسلامی حتما یک مال باید خریداری شود، حتما یک مال باید مبلغ گذاری شود، حتما یک خدمت رسانی، حتما یک چیزی که به اقتصادیات حقیقی فایده می‌آورد پیوستگی باشد. و عیناً برای همین وقتی از پیغمبرمون درودی خداوند بر او باد میپرسند همین
تجارت مثل ربا است. میگن تجارت مثل ربا است و در آیت 275 سوره بقره آمده است که آنها میگویند تجارت مثل ربا است، اما خداوند تجارت را اجازت داده است اما ربا را نه. خب و مهمترین چیز این همین پیوستگی به اقتصادیات حقیقی، پیوستگی به یک تجارت، پیوستگی به یک مال یا محصولات است. خب و بازم میتوانیم در این موضوع ساعت‌ها صحبت کنیم، اما باور کنید پول دادن و از او برزیاد خواهش کردن آسان ترین کار است از جهتی استرکتورای این محصولات، از جهتی حجم بازار را زیاد کردن، از جهتی درآمد کار کردن و غیره. اما با یک اقتصادیات حقیقی پیوست کردن عملیات خود چقدر فکر طلب میکند، شفافیت طلب میکند، پیوستگی بازم با اقتصادیات شفاف طلب میکند. خب و بسیار بسیار نیانس های دیگر دارد که در اصل خودداری را وای میکند، پیش میبرد. تشکر زیاد. مسئله شفافیت را خودت برداشتید. این یکی از مسائل خیلی مهم است که در همین تاجیکستان زندگی میکنیم، میبینم که چگونه است و چگونه تجارت پیش میبرند آدم‌ها، چگونه فعالیت را در ساحه صاحب کاری عملی میکنند و چنین خلاصه من خودم آمادگی هستم که شفافیت گویم نه به همه در کار است، خصوصا برای نفرانی که میخواهند که برعکس رو پوش کنند بعضی قسمت های فعالیت خود را و سبب ها گوناگونند. از یک طرف اندازهای بلند، از یک طرف دیگر شاید یک سبب دیگری باشد، سبب های شخصی باشد. اما در حالی که هوسمندی از جانب صاحبکاران نیست، از جانب استفاده برندگان است. مثلا همون قرض را میگیرند گویا که برای مثلا خریداری کردن مال و محصولات، اما میروند و توی میکنند به همون مبلغ. یعنی شفافیت رو نه همه و نه در همه وقت رعایت کردن میخواهند، چون که به مخالفی آن مقصد و مرامهایشان است. در این گونه حالت چگونه میشد که چون این تجارت رو که تنها به شفافیت تکیه میکند و میخواهد که تامین کند، آیا میشود که در همین ساحه کار کرد حال آن که هوسمندی وسیع نیست برای مردم که شفاف باشد؟ سبب اساسی از شفافیت خودداری کردن صاحبکاران و فکر بنده در انداز بلند است. برای چی در تاجیکستان ساحه مالیوی خوب رشد کرده ایستاده است؟ نسبتاً خوب رشد کرده ایستاده است. نسبتاً دو سبب دارد. یکم واقعاً تنظیمگر بانک ملی یکی از پیشرفته ترین تنظیمگران از بسیار نفرانی عالی در آنجا کار میکنند. بنده هم امکانیت شده بود 4 ماه تقریبا کار کرده بودم، از پیش میشناسم. سبب انداز، از موضوع بسیار دور نرم. دویم سبب انداز یعنی در ساحه مالیوی چیزی قید کردم، انداز از ارزش اضافه شده نیست در ساحه مالیوی و خوشبختانه در تاجیکستان و در بعضی کشورها بانکداری اسلامی نیز برای پذیرفته شدنش، برای پیشرفت شدنش چنین کردند که در حالت بانکداری اسلامی نیز اندازبندیش به مانند اندازبندی بانکداری عنعنوی شود و مثل آنهایی که بانکداری اسلامی کردن میخواهند انداز 2 کرات نسپارند. و همین دو عامل سبب است که فینتک و ساحه مالیوی در تاجیکستان نسبت به دیگر ساحه‌ها شفافتر هم هست، امکانیت میدهد به شفافیت. عیناً همین کار رو اگر ما در دیگر سمت‌های صاحبکاری تاجیکستان اگر براه مانیم، یعنی هم از جهت نظام و قانونگذاری و هم از جهت انداز اگر که ما کارا رو ساده کنیم، در اصل صاحبکاران این رو ها میگن من اگر از انداز گریزم خیلی یک کس میاد پگاه به هر حال باز با ضرری من میشود. یک حالا که انداز اونقدر انداز زیاد نیست، بیاد بهتر من همین انداز رو سپرم. من نمونه میارم با شما رستم جان. الف در تاجیکستان و الف در ازبکستان نو بسته از آنه که من گفتم ارزش انداز از ارزش اضافه شده انداز، خب در ساحه مالیوی نیست. باز دیگر اندازه هستند که
нисбатан афсӯс баланд аст. Агар фаъолиятро гирем, мо имконият дорем дар Узбекистон зудтар фаъолияти худро ба роҳ монем. Мо имконият дорем зудтар кор кунем, васеътар кор кунем ва на танҳо мо, балки тамоми соҳибкорон дар Узбекистон аз ҳисоби оне ки андоз нисбатан содатару пасттар аст, хеле зудтар имконияти рушд кардан доранд. ва ин ба чӣ оварда мерасонад? ҳолон ки дар Тоҷикистон фоизи андоз баланд аст, мисол соли гузашта мо $5 миллион бо доллар мегӯям, барое ки мехоҳам муқоиса кунам, тақрибан $5 миллион андоз додем. Хеле зиёд аст ихилгире. хоб аммо фоизи баланд. Аммо дар Узбекистон фоиз хеле пасттар аст. Хеле пасттар аст. چی قدر انداز دادیم به فکر تو؟ تقریبا میتونید کمتر یا زیادتر به فکر شما رستم جان؟ اگر که از روی کم بودنش شما امکانیت دارید که بسیارتر آدما رو گرید، بگیم گردشتون زیادتر شد، فکر میکنم شاید زیادتر باشد. عیناً $10 میلیون ما در ازبکستان انداز سپاریدیم. 2 مراتب زیاد. یعنی بله ببینید مقصدی سیاست اندازی البته در گرفتن حجم کلانتر انداز است که لیکن یگانه روی آن این نیست که فایز انداز بلند باشد. فایز انداز اگر پست باشد صاحبکاری رشد می‌یابد، همه شفاف کار میکنن و در نتیجه زیادتر انداز گرفتن ممکن است. عجیبی کارم در همین. بله من از باید آماده ایستاده است وقتی که هم اقتصادیات رو میخوندم هم در همین ساحه کم بیش در ساحه تشکیلات جمعیتی وقتی که فعالیت می‌بردم یک از امریکا به فکرم که متخصصان آمده بودند و وقتی که لکچرهاشون رو گوش میکردم در حقیقت یک در مثال اقتصادیات گرجستان بود اگر خطا نکنم، وقتی که میآوردند وقتی در آنجا همون ریفرم ها رو جاری کردند دیدند که در حقیقت یک فایز معینی هست که هر قدر پس شود مثلا از اون پس شود انداز حجم انداز هم کمتر می شود، لیکن به همون که رسید الکی از وی گویم زیادترین مقدار اندازه که جمع می شود هر قدر پستر باشد به یک نشان دهنده معین رسد. و بله مثالی مثلا هاش خودتون هم آوردگی در حقیقت خیلی جالب است، برای که اگر خطا نکنم بغیر از این باز وقتی که گپ در سر ازبکستان میره در یکی از مصاحبهاتون بود یک مواد از مصاحبه با شما یادآور میشدن که شما گفته بودید که در ازبکستان الف اون چیزی را که به اون نائل شد در 3 سال، در تاجیکستان در 8 سال نائل شده بود. این هم سببش انداز است یا اینکه باز یگان چیزی دیگری هم هست که سببگار چون میگم رشد زیاد از 2.5 کرات شد؟ واقعا یکی از سبب‌های مهم انداز است و اما در برابر این البته دیگر سبب هم هستند. یکم ما در تاجیکستان بسیار چیزا میسنجیم، میآموزیم، خطا میکنیم، درباره خطامون صحبت میکنیم، حرکت میکنیم، اصلاح میکنیم. ما خدمت‌رسانی گوناگون رو در تاجیکستان شروع میکنیم، بعضیش کار میکنند، بعضیش رو مردم میپذیرند، بعضیش رو نمیپذیرند و بعد بهترین هاش رو انتخاب کرده از گویم همین R&D Research and Development، همین از رشد از انکشاف خدمت‌رسانی گوناگون بعد دیگر کشورها امکانات داریم اونها رو شروع کنیم. همین طور مثال اون چیزی که ما در ازبکستان شروع کردیم البته طول چندین سال در تاجیکستان رو سنجیده بودیم، دیده بودیم خوب کار میکنه و در ازبکستان او رو البته میدونستیم که چطور زودتر میتونیم اون خدمت‌رسانی رو شروع کنیم. و امروز در ازبکستان نیز ما بسیار چیزا را البته کلان شده هستیم، آموختگی هستیم، بسیار چیزا در ازبکستان میسنجیم و شروع میکنیم. مثلا در سمت ذهنی صنعی ما در ازبکستان اول کار شروع کردیم، خیلی در اوج براه موندیم که امروز زیاده از 80 تا 90% خلاصه های مبلغ گذاری خودی گلچتای میبرد، چون این نام دارد ذهنی صنعی ما در اونجا و اون رو باز ما اکنون در تاجیکستان از اونجا گذرانیده ایستادیم. من میخوام رستم جان برای یک جهت مهم برگردم به سوال انداز، چون از انداز این سوال شروع شد. صاحب مهم است که انداز بسیار چیزی مهم است و او پولی تندرستی، پولی تعلیم و تربیت، پولی راه و اینفراستراکچور رو میدهد. تا اندازه چنین فکرانی معمول است که صاحب کاران و انداز دو طرف هستند و هیچ وقت با یکدیگر مراسله نمیکنند. اما در اصل اکثریت صاحبکارا، خصوصا اون صاحبکارایی که مثال در تاجیکستان کار میکنن از حساب وطن دوستی در تاجیکستان هستند و میخواند پیش شود و برای زیاد کردن انداز چی کار کرده میتوانیم؟ اگر گفته ما رو پرسید مقصد زیاد کردن درآمد اندازی است،
این پست کردن فایز اندازی نه برای ساحه مالیوی، برای که برای ساحه مالیوی خوشبختانه نسبتا هم از فهموتر است، نسبتا خیلی مشکلی او هم زیاد است، اما برای مردم، برای صاحبکاران گوناگونی که در دیگر سمت از سمت استحصالات تا سمت خدمت رسانی کار میکنند، پست کردن انداز من مطمئنم، باوری دارم و زیاد شدن درآمد اندازی آوردن میرساند و صاحبکاران و مقامات انداز نه همچون دو طرفی با یکدیگر مقابل، بلکه در یک جای اگر ببینیم ما میتوانیم باز هم خیلی با وطن عزیزمون فایده آور باشیم. ولی من 100% راضی هستم که باید که مکالمه باشد بینی، نه اینکه گم فعالیت متقابل، بلکه مکالمه شود، هر قدر باز هم قدر خوبتر می شود. چون که من همچون صاحبکار انفرادی یکم مقیاس فعالیت من قدر کلان نیستم، اما همچون صاحبکار انفرادی فعالیت میبرم و یکی از آن سبب هایی که همه کارها خودم میکنم و کارگر نمیگیرم در همین انداز است. برای که خودتون میدونید برای یک نفر رو برای کار گرفتن شرطاً 1000 سومانی برای مبلغ دادن، من باز یک چند کرات دیگر زیادتر یگان این اندازهای ایلاوگی میسپارم، پرداخت‌های ایلاوگی میکنم، باز میگن که بعد نادرست حساب کرده، میگن دوش با جریمه میبندن. میدونم همه چیز رو میگم بهترش همین مقیاس خورده که خودم خاطر کار میکنم کلان زیاد نمیکنم، چون که دردی سرش از فعالیت فایده میگیرم. شاید که زیادتر یعنی همه وقت میگن هراس هست، اما این یک چیزی هست که شاید که بحثی باز هم صحبت ایلاوگی رو طلب کنه و باز هم عمیق‌تر برای این چیز رو بررسی کردن با اگر نمایندگان شاید که مقامات انداز رو نیز به اینجا جلب کنیم که باز هم گفتم کلمه شود بین ما. و من می‌خواستم بیشتر درباره تکنولوژی گپ بزنیم، چون که یک گیم به آنها رسیدیم و خصوصا وقتی که الف میگیم تکنولوژی الف و فینتech یک چیزی هم معنا شده است و همه برای همگان این چیز درست قبول شده است. اصلا مهمش یعنی وقتی که ما درباره میگیم که تو چند اندازه قلای شده است که مبلغ رو من میتوانم که به اهل عائلم فرستم، به پدرم فرستم، به مادرم فرستم، یا که کسی دیگر به من فرستد و این چیز در دوام یک چند ثانیه عملی میشود. لیکن در یکی از مصاحبه های خود شما گفته بودید که نقل کرده بودید که چگونه شما آماده بودید که برنامه های تیار رو خریداری کنید و تنها شریکان شما، همکاران شما توانستند شما رو مطمئن کنند که شما خودتون میتونید که برنامه خود را سازید. و تا جای من پدید بودم، شاید که من خلاصه خطا کرده ایستادم، اما همین چیز یک قراری مهمی شد که الف همچون فینتech مشهور شود، نه اینکه همچون بانک یا که بانکداری اسلامی، بلکه فینتech شود. اگر درست باشد پس نقشه های شما تا و چگونه بود و پس از این چگونه تاثیر رساند برای دیگر کردن نقشه های شما همین قرار رو قبول کردن؟ بهترین خب واقعا در اول فعالیتمون ما نیت داشتیم که بهترین خدمت رسانی رو رسانیم. تنها بعدتر پی بردیم که برای بهترین خدمت رسانی رو رسانیدن باید همون تکنولوژی رو خودمون نویسیم، لیکن برای اینو پی بردن چند سال لازم شد و در و این هم یک در شکل پیدا شد که ما 2 مرتبه خطای جدی کردیم در انتخاب وندران، در انتخاب برنامه های تیار. ما یک مرتبه از برنامه تیار را گرفتیم برای سیستم اتوماتیک نشده بانکی، ABS میگن، اتوماتیزیرون بانک سیستم، همون یا به انگلیسی کور بانکینگ سیستم، که مهمترین بگیم که یک برنامه بانکی به حساب می رود. ما اون را اول از یک شرکت گرفتیم و بعد از 1 ماه معلوم شد که با ما درست نمی آید. بعد همکاری را قطع کرده، باز با دیگر شرکت‌ها صحبت شروع کرده، باز یکی رو انتخاب کردیم و یک چند ماه حرکت کردیم وارد کنیم اون را، باز نشد. این شرکت‌های وطنی بودند یا اینکه خارجی؟ شرکت‌های خارجی و حتی میگویم برای چی نشد، برای که برای ما مهم بود که ما با مثال با امانتگزاران خود، با اینوستران خود با پرینسیپ تقسیمات درآمد کار کرده توانیم، یعنی revenue sharing. حالا که این چیز در این برنامه ها وارد کردن، باید همون مرکز اون برنامه رفته پره ارکیتکتور اون برنامه را باید آن شرکت های وضع میکردند. اول میگفتند که میشود، اما بعد معلوم شد که نمیشود. و بعد از چنین 2 مرتبه خطا کردن، یک روز زرینه همکارمون
و من مثال یک چند کس را از الف نامبر کردم. یکی از مهمترین نفر در چی در الف امروز چی در بیان در این هستند زرینه رجبی. آن کس گفتند که اگر بیاید ما این برنامه رو خودمون می‌نویسیم، باور کنید ما می‌توانیم. اون دوره ما همگی 2 یا 3 برنامه‌ساز داشتیم. حالا که برنامه اتوماتیک رانی شده بانکی این یک چقدر قید کردم، بعضا در سایه بانکی میگن این با مانند ترانسپلانتاسیون است، دیل است، یعنی اونقدر مرکب و مشکل است ایواز کردن اون و براه ماندن اون. و فکر میکنم یکی از بهترین قرارهایی که با من نصیب گشت کردن همین بود که گفتم خوب بیاید میکنیم. در نتیجه باز یک مهلت معین ما در بسیار اکسل و در دیگر چیکار کردیم، انتظار داشتیم که برنامه خودمون تیار میشد، اما بچه‌ها توانستند. مصطفی بودند، شاروخ بودند، بهروز بودند، 3 نفری که هم وقت در این سمت کار میکردند و یک جای بازرینه آنها توانستند یکمین ابیسی شاید یکمین ابیسی تاجیکی باشد، یکمین ابیسی تاجیکی رو نویسند. بعد از چند مدت پای بردیم که خودمون هم باز دیگه باید اثری نو رو نویسیم، اثری نو باز نویسیم، باز پای بردیم با اثری نو نوشتن نکرد. در مرحله بعد از شروع کردن اون باز چند مرتبه دیگه رو عوض کردیم، بهتر کردیم. امروز فکر میکنم یکی از در عرصه جهانی بهترین ابیس است. اما خوشبختانه همین چیز سبب شد که ما گفتیم ما میتوانیم کو میشید است کو و در نتیجه اون حالا دیدیم که چقدر کارمون و فعالیتمون آسان‌تر شده است. باز دیگر نفران رو جواب کردن رو شروع کردیم. باز در نزد خود باز مسئله های مرکب‌تر رو گذاشتیم. اکای حبیب اومدن، اکای عبدالقهار اومدند. ما در سایه پروسسینگ در سایه کارت ملی کار کردن رو شروع کردیم، در سایه پرداخت کار کردن رو شروع کردیم و با همین رو با مرور وقت پای بردیم که فینتک شدیم. یکی از دیگر مشکلات مثال در این سمت البته با یافتن آدمان برنامه‌سازان بود و همچنین مثال حل این مسئله ما الف اکادمی را شروع کردیم و زیاده از 3000 نفر رو برنامه‌سازی آموزاندیم و بازم بهترین های آنها با الف به کار در اومده کار میکردند و کار میکنند و مثال از جهت الف اکادمی امروز با 5 دانشگاه کار میکنه در تاجیکستان و در سمت برای ماندن برنامه‌سازی همکاری ها میکنند. خلاصه قصه فینتک شوی الف تقریبا همین خیلی است. یعنی ما همون قرار ساختن ابیس برنامه خودتون سبب شد که به فینتک تبدیل بشه. خوب و اگر صحبت رو دایر به همین تکنولوژی دوام دهیم چون فینتک رو به تکنولوژی تصور کردن غیر امکان است و درباره گلچیتای نقل کردید. تا جای فهمیده شدم گلچیتای تنها در ازبکستان فعالیت میکند، در بازار ازبکستان. برای چی در تاجیکستان نه در تاجیکستان هم ما برای مونده ایستادیم. نمیدونم در تاجیکستان هم اورا گلچیتای میگیم یا نه. این نام غیر رسمیش است یا رسمی؟ نام رسمی هم هست. در ازبکستان ما رسما هم خیلی وای میکنیم. دیگر یکی از نفران عجیب که یک جای الف رو ساخته سیاوش هستند مومینوف. اون کس اول رهبر مالیوی بودند. بعد یک روز گفتند اگه ابلو بیاد من همین و با دیگر نفران ما مشورت کردیم، گفتن بیاد من همین سمت رو پیش میبرم، میخوام همین سمت خیلی در الف رشد کنه. چندین سال پیش بود و این هم یک قراری خوب بود. ببینید اون کس تماما در این سمت تجربه نداشتند اما آموختند، دسته جمع کردند. امروز ما دسته خیلی بقوت داریم در این سمت. در ازبکستان اکثریتی قرارها رو خیلی گفتم گلچیتای میداد، صحبت ها رو با میزاجان در زبان ازبکی گلچیتای میکند و ما این رو قدم به قدم در تاجیکستان نیز برای مانده ایستادیم. حالا از جهت شما حجمی بگیم که عملیات های گلچیتای در تاجیکستان نسبت به ازبکستان پستر است، اما دسته در بالا این کار کرده ایستاده است. مهمان قبلی ما پادکست عزیز جان عظیمی بودن، نفری که ذهنی سونی را در تاجیکستان روش میدن و خصوصا یکی از محصولاتی که شرکتی آن کس کار کرد میکند مثلا همین سیستم اسکورینگ است، سیستم بهاگذاری نفرانی که میخواهند که قرض گیرند. باید این یگان ربط دارد این لایه ها با هم شما همکاری کردگی هستید یا اینکه صرف مال و محصولات خودی الف است؟ این مال و محصولات صرف الف است و به فکرم یک وقت صحبت آید با همکاری هم بود بین
سیاوش و دسته ZPAI البته کاری که از جان عظیمی و دستهشون میکنن بسیار بسیار آفرینشون هم سمت مهم رو در تاجیکستان رشد میدن و بیرون از آن نیز قدم های مهم گذاشته ایستادند. اما با ما تا اندازه نصیب نگشت همکاری کردن در این سمت، شاید با اون سببی که بفکرم در آن دوره که ما این همکاری رو صحبت کردن رو شروع کرده بودیم البته خیلی یک دسته معین جمع شده بود و البته پیشروی معین داشتن و البته اون برنامه رو ساخته بودن در الف. ما در دسته برنامه‌سازان زیاده از 300 نفر داریم، 340 نفر خطا نکنم. شاید از همه دسته پرقوت‌ترین برنامه‌سازان در نه تنها در تاجیکستان بلکه وسیع‌تر از آن شاید در منطقه باشد و بسیار تکنولوژی‌های نوشته هستند که بعضا فکر میکنیم شاید آن را مثال به فروش برآوردن، اما چقدر قید کردن بعضی چیزا سبب میشن ما خودداری میکنیم، برای که ما تنها در دایره پرینسیپ‌های معین با بانک‌هایی که در همین دایره کار میکنن کار کرده میتوانیم و با همه کار کردن نمیتوانیم و هر دفعه که در این موضوع صحبت میکنیم پای میبریم که بگیم بازاری بانک‌های بین‌المللی که طبق پرینسیپ‌های اسلامی کار میکنند به آنها کمک لازم است نسبتاً خیلی خردتر است و شاید گرچند به آنها نیز این چیز شاوخوار لازم است، لیکن عادتاً وقتی همه را جمع تر میکنیم میگیم بیاید ما حالا در بالای خود کار کنیم. تشکر زیاد. خیلی قصه های جالب و باز هم گیم برای امیدوار هستم که تماشابینان با یک احساسات اکنون با الف باز مینگرند، نه اینکه با تنها صرف نقطه نظری تکنولوژی و تکنیکی. اما تکنولوژی باز هم نقش مهمی باشد و وقتی که گپ در سری لایحه نو شما رفت ایان کپیتال، حالا تو اعلان کردن آن که شما لایحه رو آغاز میکنید، در خودتون میدونید در ساحه گپ و خبر یک بار پخش شدن سر میکند که عبدالله قربانوف از الف رفتن. برای چی رفتن؟ برای که میخوان که لایحه نو رو عملی کنند و اون در ساحه بلاک چین است. گفتم آیا در ایان کپیتال این بلاک چین استفاده میشود یا نه؟ و عموما مناسبت شما نسبت همین کریپتو اسعار چگونه است؟ نه، ما عین حال در ایان تکنولوژی بلاک چین رو استفاده نمیبریم، اما یک وقت واقعا این تکنولوژی رو آموختن رو شروع کردیم و همچون تکنولوژی بسیار تکنولوژی شوق‌آور هست، بسیار تکنولوژی خوب است، اما اگر که بگیم یکی از خطاهایی که کلانی که من کردم اگر که مثال وایکنیم همین هم یکی از خطاهای کلان با پیوست است. یک تا دیگه ایلوا کردن میتوانیم. برای چی این خطا بود؟ برای اون که ما یک تکنولوژی را دیدیم و یک حل مسئله رو دیدیم، یک حل دیدیم، حل. بعد در جستجوی پرابلمش دیدیم، گفتیم یک تکنولوژی زور است که کاتیم تکنولوژی چی کدوم پرابلم را حل کنه. گفتیم این طرف پرابلم اون طرف کدوم پرابلم را میشه باید حل کردیم و افسوس اون پرابلم جالبی نیفتیم برای حل کردن. و این هم یکی از بفکرم یکی از خطاهایی که اکثریت چی سویب کارو اینجا چی سویب کاری که چندین سال سویب کاری میکنن بفکرم میکنن این وقتی که ما از پرابلم شروع نمیکنیم و از دیگر طرف شروع میکنیم یک چیزی یک تکنولوژی جالب یک محصولات بسیار جالب شوق‌آور زیبایی هست بعد میکنیم که کی با در کار باشد. همین طور شد. همچنین تکنولوژی خوب است. ما میتونیم باز در این موضوع بیشتر گپ زنیم. پروژکتی کردیم بدیم لویا وعد نام داشت. ما بازم در دایره پرینسیپ‌های معین خودمون بعضی قسمت رسانی‌ها در این سمت علاقه تصور کرده بودیم، اما زیاده از اون که در جستجوی پرابلم برای حل کردن بودیم زیاده از اون باز قانونگذاری نیست. خیلی قید کردم قانونگذاری و صاحبکاری با یکدیگر بسیار زیش هستند. قانونگذاری چون خود تکنولوژی و استفاده آن جهانی که هست، قانونگذاری جهانی را طلب میکند و ما امید داشتیم، فکر میکردیم که آن قانونگذاری زود رشد یافته، زود جابجا میشود، اما افسوس چنین نشد و بعد از چند پای بردیم که بهترش حالا این روند رو با بعدتر گذاریم، با تأخیر گذاریم و همچنین استفاده تکنولوژی با اون میتونیم آینده برگردیم، اما حالا بر وقت است. من در حقیقت تا حال من کم بیش
назорат карда меистам ки то чанд андоза муносибат дигар шуда истодааст, дигар нашуда истодааст, барое ки дар бисёр кишварҳои ҷаҳон муносибат духура аст. аз як тараф баъзе ширкатҳо, баъзе кишварҳо дастгирӣ мекунанд, баъзе ҳукуматҳо. агар хато накунам, Сан Салвадор ба фикрам яке аз кишварҳое ҳаст ки ваъда доданд ки ҳар рӯз мо яктоги биткоин мехарем ва яъне иқтисодиён пули худашонро, пули давлатро, гӯем пули бюҷаи давлатро ба ҳамин чиз сарф карда истоданд ки ҳар рӯз яктоги биткоин мехаранд то ин ки иқтисодиётшонро дастгирӣ кунад. аз тарафи дигар баъзе кишварҳое ҳастанд ки мехоҳанд ки манъ кунанд, мехоҳанд ки барои мубориза баранд, чунки дар худи ҳамин криптоасъор як воситаи пулшоӣ, воситаи гузашт ба иқтисодиёти соягӣ, яъне теневая экономика мебинанд. назари шумо чӣ аст нисбати криптоасъор? бозам криптоасъор ин яке аз роҳҳои истифода бурдани технологияи блокчейн аст ки инро ҳамчун технология дар бисёр чизҳо истифода бурдан мумкин, аммо айни ҳол як самте ки зиёдтар рушд ёфтааст нисбатан ин самти асъор аст ва барои мегӯем крипто асъор ва ин ду паҳлӯ дорад. аз ҳам паҳлӯи мусбӣ дорад ва ҳам паҳлӯи манфӣ дорад. агар аз паҳлӯи мусбии криптоасъорҳо шурӯъ кунем, фалсафаи мақсади ҳамин криптоасъорҳо дар он аст ки пул, мафҳуми пул имрӯз дар шакли фиат, дар шакле ки ӯро бонкҳои марказӣ мебароранд, хеле бигем ки моҳияти худро гум кардан ё дар шакле ки нодуруст аст ба роҳ монда шудааст. мисол меорем дар фикрони ин фалсафа, мисол меорем доллари амрикоӣ 20 сол пеш маҷмӯи тамоми пул дар амрико тақрибан камтар аз $1 триллион буд. хоб 800 чанд миллиард доллар тамоми маҷмӯи пуле ки дар гардиш, чи ҳамчун нақд, чи ғайри нақдӣ дар гардиш ҳамқадар пул. ва албатта мо медонем ки пули амрикоӣ на танҳо дар амрико дар гардиш аст, дар тамоми ҷаҳон дар гардиш аст. дар давоми ин 20 сол иқтисодиёти амрико тақрибан хато накунам як ҳудуди 2 маротиба калон шуд. аммо маҷмӯи пул дар амрико, маҷмӯи пул тақрибан 6 ё 7 маротиба зиёд шуд. имрӯз тақрибан $6 триллион пули амрикоӣ дар гардиш аст. ба иқтисодиёт пайвастагӣ надорад ва пулро имрӯз чоп кардан як давраи ба тилло пайваст буд, як давраи ба як чизе пайваст буд. имрӯз ба чизе пайвастагӣ надорад ва пулро чоп кардан озодона мумкин аст ва ҳамин тавр ҳам мешавад. ва вақте пул чоп мешавад, мушкили дар чи аст? мушкили дар он аст ки вақте он пул чоп мешавад ба нафарони муайян меравад, ё корхонаҳои муайян, ё шахсони муайян, ё чоп шуда ба ҷое ки дода шавад. хуб ва мисол дар ӯро дар Америка ҳамчун стимулус пакеҷ гуфта, мисол дорборҳои гуногун тақсим карда буданд. онҳо бурд мекунанд, аммо тамоми дигар нафароне ки ин пулро соҳиби ва захира карданд, арзиши он пул паст мешавад. барои ҳамин инфлясия на танҳо дар амрико мешавад, балки дар тамоми дигар кишвароне аст ки бо пули амрикоӣ зич кор мекунанд. хонаро бо пули амрикоӣ мехаранд, мошинро бо пули амрикоӣ мехаранд. арзиши ин пул ва он нафароне ки солҳои сол захира карданд бо пули амрикоӣ, арзиши он нисбат ба молу маҳсулоти ҳақиқӣ, иқтисодиёти ҳақиқӣ, он арзишро гум мекунад. ва агар зид набошед, боз мехоҳам инҷо як пайвастагӣ кунам ба бонкдории исломӣ. айнан барои ҳамин дар бонкдории исломӣ ҳамчун пул вай дигар дорад, як роли дигар дорад. мисол агар бо тилло фикр кунем, ба наздики як чизи шавқовар шундам, нархи як гӯсфанд дар истифода бо тилло дар 1400 сол пеш қадаре бошад, имрӯз бо тилло то ҳол ҳамон қадар арзиш дорад. хоб акнун аз рӯи мисол ҳамин фалсафа ва албатта иқтисодиёт ҳаст, monetary policy ҳаст, fiscal policy ва бисёр албатта дар бонкҳои марказӣ бисёр нафарон бо ниятҳои хуб ин ҳаракат мекунанд, ин фишангоро истифода баранд. лекин чиқале гуфтам, натиҷаш ҳамон аст ки инфлясия ҳама таъсир мекунад ва дар ҳолати мисол доллари амрикоӣ таъсирашро
давлатҳои қашшохе ки мисол захираҳои хурд доранд, онҳо боз зиёдтар мебинанд. акнун мақсади криптоасъор ва хубу ҷиҳати манфиашро ҳозир боз суҳбат мекунем, воқеан ҷиҳатҳои манфӣ дорад. мақсади криптоасъор дар он аст ки ҳамин фишанги чоп кардани пулро аз дасти 1, 2, 3, 10 нафар гирифтану инро ҳамчун як алгоритм, ҳамчун як система, низом ба роҳ мондан ки ба ҳама фаҳмову шаффоф бошад. як кас гуфт ки ман пагоҳ пул чоп мекунам ё 10 кас гуфт ин корро карда натавонанд. ва дар маркази мафҳуми криптоасъор аз ҷиҳати мусбии он ҳамин аст. мисол чӣ қадар биткоин чоп мешавад, инро низом ва алгоритм муайян мекунад, на нафарони муайян. акнун менигарем ба тарафи манфии ин мавзӯъ. воқеан ҳамон танзимгар барои чӣ муҳим аст? ҳамон бонкҳои марказӣ барои чӣ муҳим ҳастанд? барое ки онҳо ҳаракат мекунанд ки истифодаи ғайриқонунии пулро маҳдуд кунанд, ҳаракат мекунанд ки пул ба ҷои хато наравад, ба нафари хато наравад, дар пулшӯӣ истифода нашавад. ва имрӯз бонкҳо дар ҷаҳон бисёр равандҳову марҳилаҳову корҳои гуногун мекунанд ки пулшӯиву дигар омилҳои ғаразрокро аз байн бубаранд. бо пули нақдӣ то ҳол албатта ин корҳо мешаванд, аммо то андозаи имконият ҳаст, танзимгар ва низом кор мекунанд ки ҳамин корҳо нашаванд. ҳолон ки дар соҳаи криптоасъор танзимгари умумӣ нест, танзимгари ҷаҳонӣ нест. ягон кас маҷбур намекунад ки ҳар як нафаре ки ҳамён мекушояд KYC шавад, яъне муштарӣ доништа шавад ки он ки аст, шахсияташ ки аст ва ғайра. ва ин ба он бурда мерасонад ки дар натиҷа барои мақсадҳои ғаразноку мақсадҳои ба зараровар криптоасъор бо осонӣ истифода шуда метавонад. дар ҷамъ агар фикр кунем, ҳамин як паҳлу, ду паҳлӯи хеле аз як ҷиҳат мусбии муҳим ва аз як ҷиҳат хеле манфии муҳим дорад. ва банда ман фикр мекунам ки танзим муҳим аст, низом муҳим аст, танзимгар муҳим аст. барои криптоасъор воқеан ҳамон мақсади фалсафии худро иҷро карда тавонистанаш хеле муҳим аст ки низоми ҷаҳонӣ бошаду танзимгарон бошанд ки мутмаин шаванд ки дар шакли шаффоф ӯро истифода бурданд. алгоритм, фалсафаи чопи он ба ҳама фаҳмо аст, хуб аст ба фикри банда, нозикии худро дорад, аммо то вақте ки як танзиму низоми умумӣ нашавад, ҳамеша чунин истифодаи ғаразноки ӯ пеш рафтан мегирад ва дар қабули умумӣ ӯро маҳдуд мекунад. пас чӣ гуна роҳҳои танзимро шумо дида метавонед пешниҳод карда метавонед, масалан ҳамчун нафаре ки дар соҳаи бонкдорӣ бисёр кор мекунад, фаъолият мебарад ва аз ҷумла ин мавзӯъро омӯхтагӣ аст? пурра дарк мекунам ки ин осон нест, барое ки айнан ҳамон нафароне ки инро бояд танзим кунанд, агар рушди криптоасъорро пеш баранд, пас яке аз фишангҳои муҳимтарини худро аз даст медиҳанд. ки он фишанг чӣ аст? Чоп кардани пул. танзимгари инашаму онашам як аст. ва баъзан ҳамон фишанги пулӣ лозим ҳаст. баъзан барои иқтисодиётро бедор кардан ҳамон фишангҳо дар коранд. ва барои ҳамин ин саволи осон нест. лекин мутмаин будан агар аз қисматҳои осон шурӯъ кунем, чун гӯем хоҳ нохоҳ ҳамин самт рушд ёфта истодааст, мо як муттаҳидии ҷаҳонӣ лозим аст дар гирди KYC, яъне донистане ки ҳар як ҳамён соҳибаш ки аст. ҳаминро ба роҳ мондан фикр мекунам қадами аввалин бояд бошад. ва боқӣ монда боз ин суҳбатҳову бисёр вай талаб мекунад, фикр кардан талаб мекунад ки кадомаш дурусттар аст. ба ғайр аз технология боз дигар ширкатҳо ҳам ҳастанд дар бозор. агар мавзӯи рақобатро ҳозир нигарем, албатта дар Тоҷикистон Алиф яке аз аввалин ширкатҳо шуд ки на фақат мавзӯи бонкдори исломиро пайгирӣ кард, гӯем ки шинос кард бо мардум, балки худаш мафҳуми финтехро шумо барои мардуми мо, барои ҳамаи мо кушодед. ва аз ҳамин нуқтаи назар барои ҳамчун мушоҳидагар, ҳамчун нафаре ки аз хизматрасонӣ Алиф истифода мебарад ва аз хизматрасони баъзе дигар бонкҳо истифода бурдагӣ ҳастанд ва то ҳол ҳам истифода мебаранд ва мебинам ки чӣ хел фарқ мекунанд байни худи ҳамдигарашон. ва ба ғайр аз фарқ кардан баъзе таҷрибаҳои Алифро дигар бонкҳо ба худ гирифтанд
و تاثیر رساند این چیز همین رقابت بین شرکت‌های گوناگون. و امروز ما شاهدی باز یک چیز دیگر شده استودیم. وقتی که به بازار تاجیکستان دیگر بانک ها وارد شده استادن، مثلا این زمان فریدم بانک وارد شده است، کار آغاز کرده است و این هم یک از فینتک های خیلی پیشرفته و پیش قدم است در قزاقستان که به بازار تاجیکستان وارد شده استاده است. و شما عموما به این چگونه می‌نگرید؟ به خود تجربه فریدم چی چیزها رو از آنها شما میتوانید آموزید و به فکر شما چی چیز در الف تغییر می‌یابد اگر خواهد که الف همین در بازار پررقابت زنده ماند و رشد کند؟ بهترین سوال. بسیار خوب است که فریدم با گروهی فریدم با تاجیکستان در آمده است. امیدوارم در عموم چی شرکت‌های تاجیکی به آزادانه خارجی رفته وارد شده توانند، چی شرکت‌های خارجی آزادانه توانند تاجیکستان آمده وارد شوند. و در حالتی فریدم آنها من یک 2 سال شده که از آسیای مرکزی دورترم و شاید معلوماتی که دارم الکی کهنه شده است و در شکل کافی مثال نو نیست. در عموم بیاید از مفهوم رقابت شروع کنیم. رقابت به چیزی خوب است، برای که در نتیجه رقابت کی فایده می‌بیند؟ البته مردم مزاجم فایده می‌بینند، با آنها خدمت رسانی بهتر پیشنهاد می‌شود، در صفتی بهتر، در زودتر و غیره. برای این رقابت همیشه باید تشویق شود. و نه تنها این سمجان، بلکه رقابت برای خود کارخانه‌ها نیز مهم است. و امیدوارم شما باز در این باره یگان سوال می‌پرسید که من باز روشن‌تر کنم، برای که در موضوع رقابت نیز بسیار صحبت کرده می‌تونیم. با ما مثال امکانات است امروز بیایم در بریتانیا کبیر رقابت کنیم و با بعضی شرکت‌ها امکانات است تاجیکستان رفته رقابت کنند. این در نتیجه نه تنها به میزاجم فایده دارد، بلکه به خود الف نیز فایده دارد. اکنون من الکی 2 سال شد در تاجیکستان که نیستم. شاید معلوماتی که دارم کمی کهنه شده باشد، اما فریدم بانک و گروه فریدم البته در اول همچون شرکت بروکری معروف شده بودند و یکی از جنبه‌های خیلی بقوتی آنها است. و فکر میکنم گرچند بعد از آن بسیار همچون یک اکوسیستم ساختند و نه تنها بروکری بلکه سوغورته و بانکی و تریول و بسیار کارهای دیگر میکنند، سیر و گشت و غیره. احتمالاً چیزی که در تاجیکستان عین حال نسبتاً ضعیف است این همان سوهای بروکری است، همان سوهای تا اندازه سوغورته نسبتاً بگیم ضعیفتر است. احتمالاً در سمت‌هایی که امروز ما کمتر روش کردیم به فکرم شروع میکنند، سمت‌هایی که آنها بقوت هستند. و این هم چیزی است که ما مختم میتوانیم. مثال یک دوره ما یک لایه دیگری که من بازم همون قوطیچه‌ای که الکی پر شده است از خطا یک تا دیگه میتونیم الهه کنیم. ما میخواستیم یک لایحه‌ای کنیم در سمت اینوستیسیون، مبلغ گذاری کردن برای امکانیت دادن به مردم که مبلغ گذاری دراز مدت کنند. چطور گفتم دی تریدینگ به فکر من خوب نیست، دراز مدت تنها معنا داره. و یکی از شرکت‌هایی که برای این چیز می‌آموختیم فریدم بود و فکر می‌کنم که ما آموخته می‌توانیم در بسیاری سمت‌ها، نه تنها بروکری، خود همون سمت اکوسیستم سازی نیست. و با این رقابت ما بهتر میشیم، میزاجان برد میکنند. برای خوب است. در عموم اگر که رقابت هم آموزاند، از طرف دیگر باز هستند شرکت‌هایی که رقابت پذیر نیستند. با نظر داشته همین چیز تو چه اندازه بازار مالیه تاجیکستان رقابت پذیر است؟ این یک. و اگر که منطقاً همین سوال رو ادامه دهیم، اگر که فرض کنیم با 5 سال آینده نگریم، چگونه میتواند که بازار مالیات تغییر یابد و به کدام سمت تغییر مییابد؟ به فکر شما؟ به فکر من که برای رقابت پذیر شدن از همه چیزی مهم اراده قوی، فرهنگی معین، فرهنگی که خطا را میپذیرد، فرهنگی که غیرت کردن رو، حرکت کردن رو در جای اول میموند. البته بعضی شرکت ها در این راه کار خود را بس میکنند، اما من فکر میکنم که آنها را حمایه کردن، پروتکشنیسم، یعنی محدود کردن رقابت راهی درست نیست. برای که
بیاید یک نمونه دیگر فکر میکنیم. شما وقتی فرزند کلان تربیت میکنید میبینید که در صنفش میشه در جای یکم است، یگان رقابت ندارد، به یگان مشکلی همه باویش 5 است. این باید شما رو خاطر کند، برای که او با آسانی اگر که همه باوی 5 گرفته ایستاده باشد او در گروه خطا است. او رو برده باید به یک مکتب دیگر سپرد که او در اوج میانه میشود و او رقیبان دارد و اونا با یکدیگر مسابقه میکنند کی زودتر کی تیزتر کی مسئله های مشکل تر را کار میکنند و همین طور تواند مثال نورس در همون محیط رقابت بهتر شود. خب احاطه خیلی مهم است. خلاصه برمیگردیم به کارخانه ها. اگر کارخانه ها یک رقابت نداشته باشند با مرور وقت آنها از داخل ویران میشوند و بهتر است رقابت آنها را از بین ببرد نسبت به آنی که 10 سال و 20 سال آهسته آهسته این کار عملی شود. و هیچ کس البته از این چیز من یگان و نیست کفالت نیست که مثال چه الف چی یگان کارخانه دیگر بگیم که میتواند موفق شود در مهمترین چیز و عذر که باز یک با موضوع دیگری مهم میگذرم به خاطرم میآید، نه استراتژی است رستم جان. در صاحب کاری مهمترین چیز استراتژی نیست، تکنولوژی نیست. مهمترین برای که همه اینا کپی کرده میشود، همه اینا یک کس دیگر گرفته از شما آموخته کرده میتواند. مهمترین چیز فرهنگ است. میگویند culture eats strategy for breakfast، یعنی آن شرکت هایی که در جای اول فرهنگ رو میمونند آن همیشه برد میکنن نسبت به آن شرکت هایی که در جای اول استراتژی و خدمت رسانی خود رو مثال وای میکنند. تا وقتی که ما شرکت های تاجیکی توانیم در بالای فرهنگ خود کار کنیم، خدا خواهد دیر خواه رقابت باشد ما میتوانیم بهتر شیم و مردم هم فایده بینن. خب پس اگر که گپ در سر فرهنگ شرکت های تاجیکی رود، یگان فرهنگ مخصوصی هست که گویم ما رو یک شرکت های نودیر تبدیل میدهد، یگان نودیریت عموما دارد یا نه، یا اینکه هم فرهنگی است که ما میتوانیم که از دیگر کشورها اونها رو روی برداری کنیم، یا اینکه خودمون از نو ساختنمون در کنیم؟ چی خصوصیت مخصوص دارد و چی عمومیت ها دارد این فرهنگ از بالا شروع می شود در کارخانه و هر یک نفر که انتخاب می شود باید همارزش باشد و همون فرهنگ رو قبول داند و با همون بگیم دوست دارد در همون نمودی فرهنگ زندگی کردن و کار کردن رو هست. مثال گفتن که یک فرهنگ معین معمولتر است یا نادرتر است یک طرف. بیاید مثل دو مثال میبریم در مسئله به کار گرفتن کسی. هست فرهنگی که در آن در جای اول خش تبار رو به کار گرفتن است و مثال بگیم جیانی کسی رو مثال به کار گرفتن مهمتر است. خب و هست فرهنگی که مریتکرات رو در جای اول میموند. هر یک تا این الیمنت های فرهنگ هستند. امروز مثال از نمونه الف و ما بسیار خطاها میکنیم. من نمیخوام که هر یک چیزی که میگم یک تعریف باشد و خطاهایم رو نیز قید کرده استادم حرکت کرده استادم. اما یک چیزی که من از اون افتخار دارم چون گفتم فرهنگ آدمان زیاده از 100,000 نفر ما به نزدیکی حساب کرده بر اومدیم، زیاده از 100,000 نفر داوطلب برای کار به الف مراجعت کرده است و تنها تقریبا 2,000 آنها رو ما انتخاب کرده هستیم و امروز تقریبا 1,400 نفر کار میکنن و هر یک همین مرحله ماکسیمالی مریتوکراتی است. یعنی دیده و دانسته کسی رو گرفتن که تنها یگانه فرقیت یگانه خصوصیتش خش تبار است یا که بگیم یک وای قابل قبول نیست برای ما. این خطی است که ما هیچ وقت نگذاشتن ممکن نیست و مثال هر یک نفری را میدوند. البته کسی خش تبار بوده میتواند، اما باید با دانش و ملکه و فهمیش خود باید امتحان را گذارد و اگر که در داخل خش تبار باشد او نباید در قراری قبول کردن این نفر اشتراک کند و از اول باید گوید که من اشتراک کردن نمیتونم زیرا این نفر من خش تبار میشود و اون نباید اشتراک کند و از نتیجه قرار هم خفه نباید شود.
یکی از المنت های فرهنگ و چنین بسیار هستند. ما امروز ارزش الف رو حرکت کردیم در 7 ارزش، در فرهنگ الف رو در 7 ارزش ها ifade کنیم. مثل الف راست بدن، الف از من است گفتن، هر یک نفر الف را صاحبی کند و ما شاید نادرترین شرکت های هستیم در تاجیکستان و حتی در آسیای مرکزی که به همکاران سهمیه میتیم، صاحبی کارخانه رو میتیم. زیاده از 500 نفر از همکارانمون صاحب الف هستند، واقعا صاحب هستند، سهمیه دار هستند. خب و بسیار دیگر همین 7 چیزی که من بازم میتونم در این باره صحبت کنم. بله، تشکر زیاد. در حقیقت با 7 ارزش ها هم شناس شدم وقتی که در دوام آمادگی به این پادکست و کم هستند شرکت هایی که حرکت میکنن که شفاف باشند و حرکت میکنن که درباره ارزش ها گپ زنند. بسیارتر همه میدونند که شرکت برای پول کار کردن است، برای تجارت است، نه زیاده از اینه. لیکن درباره وقتی که فرهنگ گپ میزنیم، درباره ارزش گپ میزنیم، کم هستند این گونه شرکت ها. و اگر که صحبت رو در اطراف همین من هم رقابت، هم همکاری، هم دیدی رقیبان نگاه کنیم، رقیب برای شما پیش از همه کیست؟ کی رو شما نه من در نظر ندارم شرکت رو، یعنی که در سیمای رقیب شما کی رو میبینید پیش از همه؟ یعنی در تاجیکستان در نظر دارید عموما یعنی که در نظر دارم که یکان بانک الهیده رقیب من هستن، فرض کنیم یا یکان چیزی، برای که رقیب این کیست؟ این دشمن است، دوست است، استاد است، کی است؟ از اون نظر فلسفی بیاد باز هم به همون نمونه مکتب برمیگردیم. شما وقتی که در مکتب رقابت دارید، ما در مکتب بسیار رقابت داشتیم و در خاطر تو ما یک 5 نفری بودیم با اگر همیشه رقابت میکردیم از کی زودتر، کی زیادتر، کی بهتر مثلا یک مسئله رو حل میکند. و رقیب اون نفری هست که به شما الهام میبخشد. رقیب نباشد شوق‌آور نیست. رقیب اون نفری هست که شما رو بهتر میکند. خب رقیب اون نفری هست که شما میتوانید خود رو بها دهید. من مثال پیشرفته ایستادم یا من پیش نرفته ایستادم و برای همین شکل قید کردم رقیب خوب است. رقیب بعضا دوست بوده میتوند، بعضا دشمن بوده میتوند، این دوم درجه است. رقیب به شما دارد، از همه مهم همین. خوب، گپ در سری وقتی که استواری به رقابت می رود، پیش از همه نقشی هم لیدر، نفری که کار رو پیش میبرد و هم دسته خیلی مهم است. وقتی که خیلی که شما گفتید هر یک اعضای دسته شما میداند که کاری عمومی رو کرده ایستاده است، این کاری عمومی همه ما است. و وقتی که در یک پادکست شما صحبت میکردید در این موضوع، یک مثال آورد از یک متافره از اتوبوس که پیش از آن که اتوبوس رو ما باید که های کنیم و فکر کنیم که به کجا میریم، ما باید معین کنیم که ما باید اول اتوبوس رو پر کنیم بعد معین کنیم که به کجا میریم. این در بسیار موارد گویم متقابل مثال دیگری است که وقتی که لیدر پیشکی میداند که کجا رفتن در کار است و سپس هم مسلک و هم فکر و نفرانی رو جمع میکند که به همین فکر راضی هستند و به همون سمت راضی هستند روانه شدن و حرکت میکنند. تا چه اندازه این چیز به شما یاری میرسونه که برعکس خلل میرساند در بردن تجارت، در بردن بیزنس، وقتی که شما با یک چیزی مقابل اون پرینسیپ های پهن شده فعالیت میکنید در این سمت؟ تشکر، سوالی خوب. فکر میکنم تا اندازه هر دو جای دارد، اما مهمیت این مقاله که اول باید در اتوبوس نفرانی مهمترین گذارید انتخاب کنید، بعد سمت رو انتخاب کنید، در آن است که سمت عوض شده میستد. سمت عوض میستد. ما با زرینه و جانبک حالا و بعدا مثل فرقت یک چند نفر دیگر امروز ما عین رو پیش برده ایستادیم. فرقت در لندن پیوست شدن، با زرینه و جانبک باشد ما که چند سال لایحه ها شروع کرده ایستادیم و ما با زرینه و جانبک از عین شروع نکردیم. ما
همون در خاطر دارید همون یکی از خطایی که گفتم که لایه وعد از همون شروع کرده بودیم. لایه عوض شد، نقشه عوض شدن. زرینه جونی و بنده باز همون اینوستمنت اپ گفتم که بر لایه اون شروع کردیم. اونم خطای من بود. اونم یک بار جهیدم با بازار کلام بود که باید آدم از قدم‌های خود شروع کند. اون رو آموختیم. و بعد باز من یک جا باز عیان رو شروع کردیم و خوشبختانه این سفر بعضی درسایی که آموختیم کمک کردن که درست‌تر برآ رود. این همون نمونه در اتوبوس نفران درست داشتن است برای که سمت شما عوض شده می‌استد. این یک. دوم چیز مهم است که نفرانی که در ما اتوبوس هستند یک فهمیش داشته باشند. باز یک المنت فرهنگ. ما میتوانیم در موضوع بحث کنیم، فکرهای گوناگون داشته باشیم. مهم است که بحث کنیم، مهم است که فکرهای گوناگون داشته باشیم. اگر همه همیشه راضی باشد، همه همیشه گوید که بله بله بله، خطا است، خوب نیست. باید خواتیر شود راهبر و دسته. وقتی گوناگون فکری است این خوب است، اما وقتی که خلاصه کرده می شود باید همه یک جایه همون خلاصه را موافق کنند. خیلی نشود که یک از زیدی همون خلاصه بود و بعد بگیم که کمک نکند، گوید که تا اونه که یک وقت گوید من گفته بودم که همین نمیشود. اینطور نه. هر یک نفر با مانند همون زورقرانی است که هر یک نفر باید حرکت کند که سوی سمت انتخاب شد همه یک جای همون سر حرکت میکنیم. من راضی بودم، راضی نبودم، من فکرم بیان کردم، همه فکر من رو شنوید، ما یک جای خلاصه کردیم. خلاصه چنین شد، بگذار من راضی نبودم، من حرکت میکنم که همین خلاصه موفق شود. اینم یک در disagree and commit میگند. راضی نباشی هم ناراضیت رو بیان کن. این خیلی disagree and commit، ناراضیت رو بیان کن اما بعداً به همون چیز بگیم که وای کن، خود رو ببخش، یعنی که خود رو به همون چیز به همون داده شود تا که همون چیز موفق شود. یکی در این موضوع مثلا باز بیشتر از تاریخ آمازون خواندن ممکن، اما در آمازون همین فرهنگ خیلی نقش مهم بازی میکنه. یعنی برای در قبول قرار کنسنسوسی مطلق ضرور نیست، یعنی که کسی میتوان راضی باشد، کسی میتوان ناراضی باشد. یعنی ناراضی بودن من از اول معنا آن را ندارد که من باید که در تمام جریان کار باید مخالفت نشان دهم. عیناً هم خیلی مهم است که هر یک نفر آواز خود را بیان کرده تواند. مهم است که مثلا راهبر از هر یک نفر حرکت کند، فکر گیرد، ناراضگی‌ها بیان شوند، فکرها شنیده شوند و بعداً خلاصه کرده شود. خلاصه با راه‌های گوناگون کردن ممکن. بعضی شرکت‌ها مثلا بعضی گروه‌ها میگن آوازدهی میکنیم، بعضن راهبر میگه دوستان من همه رو شنیدم، اکثریت شنید فکر میکند، اما من با اقلیت راضی هستم و فکر میکنم چنین باید کنیم. شما با من هستید بر این. خب و این هم یک موضوع علاوه که چطور خلاصه قرار قبول کرد، اما مهم در آن است که در همون دسته در گروه ناراضی هم باشم، هم من فکرم بیان کردم، اکنون حرکت میکنم نتیجه موفق شد. کدامی از همین قسمت‌های فرهنگی که این زمان شما در آیان کپیتال جاری کرده ایستادید از الف اومدن؟ تا جای فهمیده استم بعضی نفران هم از الف به آیان کپیتال اومدن و یکی از قسمتی دسته شما همین است، الف است. بله، عینی ما دسته‌مون در لندن و در دوشنبه دسته داریم. در لندن ما عینی حال 7 نفریم و در دوشنبه عینی حال 11 نفر هستیم. یک چند نفر پارت تایم هم کار میکنن، یعنی روزی پورانه. نفرانی که در دوشنبه هستن اکثریت اون بیشتر در اون نفران در الف کار میکردن و با آیان گذاشتن و این هم طبقی مسئولیتی پیشکی و مسئولیتی پورا با الف. و اینجا شاید درست میشود کمی فرقیت بین آیان و الف رو فهمونم. ما در این دو شرکت کاملا جدا هستند و اگر پیوستگی اون پیوستگی بگیم اقتصادی یا اون پیوستگی شرطنامه‌ای ندارند، پورا کاملا کارخانه‌های جدا هستند. اما چطور آیان پیدا شد و جداگانه پیدا شد؟ قصه‌اش در آن است که وقتی ما الف رو می‌ساختیم و ساخته می‌شدیم، صحبت‌ها می‌کردیم که آینده الف چی است. ما گروه داریم در شماره شریکان و سهامان الف که فکر میکنند بیاید تمرکز کنیم با تاجیکستان، ازبکستان تا اندازه پاکستان، بیاید یک بار با همه جا نرویم
که این هم فکر خیلی درست است، نقطه‌های مهمی خود را دارد و هستند گروهی که از آن جمله بنده فکر میکنیم که ما یک تکنولوژی های عجیب ساخته توانستیم، خدا را شکر و مناسب گشت. ما فرهنگی عجیب داریم، بیاید خود را سنجیم، بیاید با جهان برای بیاید حرکت کنیم، همین چیزها رو در دیگر بازارها نیز برامونیم. شاید کار میکنه، شاید کار نمیکنه، اما خیلی می‌آموزیم و هر دو همین فکرانی جای خود را حتما دارد. خب و ما در خلاصه چی خلاصه کردیم؟ ما سهامان خلاصه کردیم که آن نفرانی که از جمله سهامان میخواهند این علاهیده بگیم لایه‌های نو کنند میتونند کردن، آن دیگران در الف میمونند. و من امروز در الف سهام هستم و در شورای دیرکتوران یکی از دیرکتوران هستم، اما وقتی پورم با عیان بند است و بعضی سهامانی مثال که ما در عیان داریم، مثال شریکانم زورشا و فردوس هر دو نیز در عیان شریکانی من هستند و ما با مسئولیت با الف زرینا جانبک و یک چند نفر اکبر و یک چند نفر گذاشتند به عیان، اما با همین بگیم و یا محدود هستند، خیلی یگان بگیم دیگر داد و گرفت نداریم. بعضی مسئله با الف کمک میکند، اما حجم خوردی مسئله هست. به نهایت بگیم که چیزی هستند که الف خیلی خوب میکند و ما کمک میکند، اما اون حجما ما حساب کتاب هم میکنیم، پرداخت کردن نه زیاده از $1000 در یک ماه است. خیلی خوب. یعنی به هر حال هست قسمت هایی که گویم همون کوچیشی گویم، یا اینکه بعض ارزش هایی که در الف بودن به اینجا آمده ایستادن با این ساختمان. البته این برای که این ارزش های هستند که هر یکی ما آنها رو خیلی قدر میکنیم، برای ما مهم هستند و داشتن دو کارخانه‌ای که تماما مثلا ارزش‌های عیان از ارزش‌های الف کاملا فرق میکنه، یک برای من نفهمم میشه چطور میشه که یک دسته هست که دو تماما ارزش‌های گوناگون دارن. مثلا در اینجا فرض میکنیم مریتکراتی است، در اینجا مثلا نیست، خیلی بوده نمیتونه. بله بوده نمیتونه. و یک نمونه‌ای که آوردیم، البته بسیار جهت‌های فرهنگ است. برای من فهمیش فکرانی البته یک خیلی است. تشکر زیاد. خوب، فکر میکنم درباره اکثر موضوعها الکی صحبت کردیم و بسیار موضوع هست که اون رو باید که بازم عمیق‌تر چقدرتر آموزیم، اما میخواستم درباره آینده کمی صحبت کنیم، نه فقط درباره آینده الف یا اینکه عیان، بلکه درباره عموما ساحه مالیه تاجیکستان خصوصا، که وقتی که ما گپ در سر مالیه میره که درباره تاجیکستان یا که آسیا مرکزی مقیاسش رو معین تر کنیم، برای که تاجر میفهمم فرهنگی ملت‌های ما خیلی نزدیک است به یکدیگر. از چه چیزها شما بسیارتر نگرانید وقتی که گپ درباره مالیه میرود و مالیه خصوصا تاجیکستان؟ از چه چیزها من نگران هستم؟ چون آسیا مرکزی گفتید، من از آن نگرانم از ناکفایه بودن متحدی. امروز ما باید متحد باشیم، نه تنها در داخل یک کشور، ما باید متحدی منطقوی و جهانی را فکر کنیم، برای که مشکلی هایی که ما طرف با آنها روبرو میشیم مشکلی جهانی هستند. ما درباره اقتصاد گپ زدیم، همچنین یک مشکلی جهانی یا همچنین یک امکانیت جهانی گفته نمیشود، اما از آن دیده خیلی مشکلات جدی‌تر هستند، از تغییرات اقلیم تا فاجعه‌هایی که در بعضی کشورها رخ می‌دهد و متحد نبودن ما و در شکل کافی متحد نبودن ما سبب است که آن مشکلات حل خود را نمی‌یابند. من نگران تنها از آن بودم میتوانم که همین دست جمعی، همین در یک جایگی مسئله های جدی را آزادانه صحبت کردن و حل آنها را یک جای یافتن، حالا خیلی در قدم های اول هستیم.
پس چی چیزها میتواند که همین گویم مشکل را از بین برد؟ این در یکی از بازم صحبت خودتان درباره کشلس اکونومی گپ زدید، یعنی اقتصادی غیر نقدی یا اینکه در اسعاری عمومی برای منطقه آسیای مرکزی، برای کشورهای آسیای مرکزی، یا اینکه به طور مطلق جاری کردنی یگان تکنولوژی نو و مثال بلاک چین چی چیز میتواند که همین متحدی را به میان آورد و مساعدت کند که همین متحدی به پیدا شود و توانیم که متحد شویم؟ سوالی خوب. یکمش باید قید کنیم که خوشبختانه بیشتر دیده ایستاده روز از روز همون متحدی پیدا شده ایستاده است، بهبودی ها شده ایستادند. مثال عیناً همون متحدی و همدیگر فهمی هست که ما همچون کارخانه تاجیک امکانیت میدهد در ازبکستان فعالیت کنیم. این که خیلی پیشروی جدی است نظر به 10-20 سال پیش و بیشتر از اون. چیزی که به ما کمک میکند باز هم بیشتر قدم گذاریم، این هم مسئله های اقتصادی هستند و هم مسئله های سیاسی. بنده در مسئله های سیاسی تماما تجربه که ندارم، شاید درست‌تر میشود خودداری کنم و تنها در مسئله اقتصادی گپ زنم. در مسئله های اقتصادی یکی از مهمترین چیز، حیران نمیشوید اگر گویم، بازم فکر میکنم اگر که ما سیاست درستی اندازی در این کشورها داشته باشیم و هر کشورها رو همیشه به یک آزاد، روابط آزاد بین این کشورها از جهتی صاحبکاری کردن داشته باشیم، هممون برد میکنیم. اگر که صاحبکار در دوشنبه تواند مال خود رو در الماتا فروشد و اگر که یک شرکت بانکی قزاقی تواند به تاجیکستان درآید، اینها همه نشانه‌های خوب هستند. درها رو گشودن در کار، راه‌ها رو گشودن در کار، راه‌های هواپیمایی رو گشودن در کار و هر چیز بیشتر این رو کردن در کار. شفافیت خیلی مهم است. واقعا اسعار یگانه برای این چیز ضرور نیست و جاری کردن آن هم آسان نیست. همین چیزها مهمند و معارف فکر میکنم آخرین و مهمترین چیز در رشد دادن متحدی است، برای که از مکتب شروع کرده، از ما باید یک فهمیشو، یک برنامه درسی داشته باشیم که درباره دوستی، درباره متحدی، درباره فرهنگی نزدیک به یکدیگر، درباره آنه که مثال چه در آشی تاشکند و آشی دوشنبه یا که یک همان موسیقی اینجا اونجا، همین یک جایگی را، متحدی را و کلی موفقیتی در روزمرگی ما رو در همین متحدی بودنش را از خوردی تمام منطقه باید به فرزندان و نسلان نورسشان آموزانند. این معنی را ندارد که باید وطن دوستی، وطن خود، زبانی خود، هر یک تا این چیز مهم است، اما آینده 100 سال پس را ما اگر از حاضر خواهیم درست برامونیم، ما باید سوی آن حرکت کنیم که فرزندان، نسلان آینده در سیمای یکدیگر دوست ببینند، روبرو شیشته، بربر شیشته مسئله مشکل را با یکدیگر حل کرده توانند و چیزهای معین در سیستم معارف نیست برای این رو براموندن مهم است. فکر میکنم این نقطه های خیلی جالب و پرمضمون بود که با این قریب که میتوانیم جنبست کنیم پادکست امروزه رو. اما پیش از جنبست کردن همچنین یک سوال عنعنوی به شما میخوام از شما پرسم. تاجران جوان هستند، آنها حرکت کردند، آنها خطا میکنند، میبازند، برد میکنند، اما همچون نفری صاحب تجربه، صاحب کاری که در این ساحه علاقه موفقیت زیاد را به دست آورده است، چی توصیه داده میتوانید به خودی صاحب کاران؟ در سمت توصیه ها به صاحب کاران به فکرم چی گفتم، ممکن خواندن و مطالعه کردن کتاب ها و خواندن، آموختن تاریخ کارخانه ها، آموختن ترجمه حال، بیوگرافی صاحب کاران موفق خیلی منبع الهام است. خیلی بسیار چیز آموخته می شود. مثلا از جهت کتاب ها نیز در الف ما کتابخانه معین داریم که به همه توصیه میدهیم و پادکست ها نیز هستند. امروز خواندن مشکل تر از گوش کردن آسان تر است. مثلا بنده از پادکست های به مانند و امیدوارم این هم یکی از چنین پادکست ها و مقصد این پادکست هم در همین است. مثلا بنده از پادکست های به مانند Acquired و پادکست Founders بسیار گوش میکنم، بسیار چیز به خود میگیرم.
یعنی تئوری اگر گوییم این رو، تئوری رو همیشه تکمیل دادن مهم است. خواندن، گوش کردن. دوم عملیه، پرکتیکا. و در این ساحه، در این سمت فیدبک گرفتن و فیدبک دادن خیلی مهم است. یعنی همیشه در دسته خود، در داخل خود فیدبک رو، فرهنگ فیدبک رو پیش بردن مهم است. و آخرین چیز به فکرم وقتی مشکلات زیاد میشوند سخت رو افتاده نشدن، سخت زیخ نشدن. و وقتی که موفقیت ها میشوند از حد زیاد شادی نکردن و مغرور نشدن مهم است. برای که همش میگذرد، مشکلی هم میگذرد، موفقیت هم میگذرد. همین رو نیز فراموش نکردن به فکرم برای هر یک نفر خصوصا کاران مهم است. تشکر زیاد برای در حقیقت صحبت خیلی پرمحتوا که من فکر میکنم اگر که در هر یک سمت وقتی تنظیم این ویدیو از همکارانمون اهمیت میدهن با یک چند سمت اگر تقسیم کنیم در هر یک همین سمت همین صحبت باز پادکست های الهی با شما ثبت کردن ممکن است. تشکر زیاد که وقتی خود را دریغ نداشته پیوست شدید و نوبست از مسافه دور از فرقیت وقت شما توانستید که امروز اشتراک کنید و فکر و عقیده خود را در اینجا ابراز نمایید. تشکر زیاد عبدالله. به شما تشکر. ماندنم شد. تشکر برای وقتتان. خب تماشابینان گرامی، تشکر زیاد که با ما بودید، این صحبت را گوش کردید و امیدوار هستیم که آن به شما پسند آمد. حتما شرح و لایک های خود را دریغ ندارید و حتما از صحیفه از پلوس و صحیفه های الیف از جمله عبدالله قربانوف پیگیری نمایید تا اینکه باز هم خبرهای نو را در ساحه فینتک از آنجا دریافت نمایید. تشکر زیاد.